6 تا از غول‌پیکرترین تجهیزات نظامی دنیا. جوباریا متعلق به امارات، بزرگترین راکت انداز جهان از نظر تعداد لوله، میتونه 240 تا راکت رو همزمان با سرعت 2 راکت در ثانیه پرتاب کنه. اسم این غول آهنی رو از روی یه دایناسور عظیم‌الجثه انتخاب کردن. عربستان از این سلاح توی جنگ داخلی یمن استفاده کرد. ABV USM 1150 بزرگترین ناو مین‌رو به جهان. 72 تن هست. این وسیله میتونه فقط در چند ثانیه مساحتی به اندازه یه زمین فوتبال رو از مین پاکسازی کنه. 5 فروند از این ناو آمریکایی در جنگ افغانستان استفاده می‌شد. 1000 پای شوروی MZKT. این موشک انداز 16 تا چرخ داره. 6 تا از چرخاش قابلیت چرخش دارن. 22 متر طول داره و میتونه موشک‌های بزرگ 80 تنی رو حمل و پرتاب کنه. بزرگترین هاورکرافت جهان LCAC کلاس سوبرای روسی. 57 متر طول داره و میتونه 10 تا خودروی نفربر زرهی رو حمل کنه. سیستم موشکی ضد هوایی و 2 راکت انداز مسلح. قابلیت عبور از مناطق مین‌گذاری شده رو هم داره. USS جرالد آر فورد گرونترین ناو هواپیمابر جهان. به نام 38مین رئیس جمهور آمریکا نامگذاری شده. طول کشی 337 متر که حتی از ارتفاع برج ایفل هم بیشتره. قابلیت حمله بیش از 75 جنگنده رو داره و روی این ناو حتی هواپیما هم میتونه فرود بیاد. بوی سپید توپولف 260 بلک جک بزرگترین بمب افکن سوپرسونیک. این غول روسی مافوق صوت میتونه تا ارتفاع 16000 متری بالا بره و به سرعت سرسام‌آور 2200 کیلومتر در ساعت برسه. 14 تن تسلیحات رو به راحتی حمل میکنه. توانایی انجام مأموریت در تمامی شرایط آب و هوایی و روز و شب رو داره.